تخت ولاگ گرفتم. انگار تو دانشگاهیم، سرویس دانشگاه. ما رسیدیم فرودگاه حسابی ها. پروازمون ساعت 10. الکس به من دروغ گفته که زود بیایم، از اونجایی که همیشه دوست داره 10 ساعت قبل پرواز تو فرودگاه باشه و من برعکس مثلا 1 ساعت 2 ساعت مونده باید بیام. 6 صبح اومدیم، الان ساعت 8:50 است، پرواز ساعت 10. واقعا خسته شدم. به اینترنت وصل شدم و دیگه هم نمیخوام از سلف سرویس دانشگاه بلند شم. بعد نمیتونه بشینه که میگه بیا اینو ببینیم بیا اونو ببینیم. خسته. خیلی بچه خوبی هم دارم ولاگ میگیرم. امیدوارم رسیدم اونجا هم ولاگ بگیرم. بابا خسته میشیم الان حرکت کنیم. نمیذاره دور بزنیم آدم ها رو نگاه کنیم. الکس میبینی دیگه تو سفر آدم ها رو میبینیم. الان داشتیم شما اینجا استراحت میکنیم دیگه. گیتمون باز شد بریم اونجا بود. 2 ساعته دارم میگم چجوری میشه آدم ها این موقع صبح انقدر جدی ساندویچ بخورن. یه جوری خودم حوث ساندویچ کردم. بعد یادش بندازم بگیره. دست سرم بر نمیداره. هی میگه بگی آخه چرا باید اینجا چیزی بگیرم؟ قشنگه دیگه، آسمون آبیه. چی سنتیام؟ روزمه؟ چرا انقدر استعداد من تو یاد گرفتن ایتالیایی ضعیف؟ خیلی عجیبه. چون وقت نمیذاری. چون من تعریف از خود نباشه استعداد زبان دارم واقعا. بچه بودم 2 ماه فرانسوی خوندم، الان همش ذهنم هی فرانسوی مرور میشه. ولی تو 10 بار به من گفتی چی سنتیامو یعنی چی، بازم یادم. آنیامو گفتی یعنی چی، بازم یادم. چی میشد؟ آنیامو یعنی بریم. چی؟ بریم. یا 10 بار گفته چی سنتیامو چی سنتیامو میبینم. چی سنتیامو خودتو داخل ولاگ من نیار بزود. تو من آوردی اینجا قسمت‌های ولاگ فقط خودم تو رو هست. ولی اسم اعلان ایجته. قطعا خیلی سوار شده ولی ما تا حالا سوار نشده بودیم. بعد هیچ بلیت دیگه‌ای هم وجود نداشت. یعنی فرودگاه استانبول نه فرودگاه استانبول داشت. ما مجبور شدیم حسابی ها قرضاشو بهتون نشون بدم که رسیدیم فرودگاه برگامو که چقدر فاصله داره با میلان؟ 1 ساعت با میلان فاصله داره. از اونجا که میای بیرون مستقیم میتونی سوار این اتوبوسایی که ما الان هستیم بشی و 12 یورو هم بود که داشت میبرد سیتی سنتر. اونجا رسیدیم یادم رفت ویدیو بگیرم. الکس هم میگه ولاگ بچه‌ها اگه میبینین ولاگ سر و تهش یهو عجیب غریب میشه، یهو مثلا بدون مقدمه میام پیتزا میخورم،
به خاطر اینکه عادت به یوتیوب و بلاگ گرفتن و اینا ندارم واقعا، ببخشید. بعد غذا هم که نخورده بودیم، خیلی گشنم بود، اومدیم اولین پیتزای ایتالیایی رو امتحان کنیم. این پیتزای چی بود الکس؟ فقط میخوره، هرچی از خوشمزه است، یه ذره شوره، ولی واقعا به نظر من به سس احتیاج داره، ولی کسی جرئت نداره. سس هم که نداره. دوست داشتم تو کیفم سس بود، الان میریختم روی این، عشق میکردم. دوم سفرمونه. واقعا کم و کاستی های بلاگ رو صدام حالا از چقدر زیاده بپذیرید از من، چون واقعا یادم میره. یهو برای خودم دارم میچرخم میگم این چه واقعا است. دوربین رو میارم بالا، اینجوری میشه که یه حالیه، ولی یاد میگیرم، مطمئنا یاد میگیرم. صدا خیلی زیاده، بذار قطع کنم. داریم میریم که سیم کارت بخریم. واک و خودمون رو از اینترنتی داریم. دوست دارم هر چی شیرینی وجود داره رو اینجا بخورم. فقط میخوام شیرینی بخورم. اونقدر ولع خوردن مثلا پاستا و پیتزا رو ندارم. مثلا طبیعیه تو من دیگه، سیستم طبیعیه که من دوست داشته باشم فقط شیرینی بخورم. نمیدونم کلمه درستش چیه، نیازمند که کنار خیابونن همه‌شون با یه سگن خیلی باحاله. تا ابد درگیر بوها رو کاش میشد تو ویدیو برای امتحان کردن نیست. تیرامیسو رو ببینید، کلشو داره میده ببره. وضعیت هر کدومش باهاش یه صحبت خاصی می‌کنه. اینو بگم که الکس گفت نصفش فوکاچو، فوکاچو که یه چیز خیلی خوشمزه‌ایه که مثل پیتزاه الکس، مثل پیتزاه ولی با زیتون و گوجه، ولی همش. ببین قیمت ها رو ببین، مثلا کاپوچینو 2 یورو، یعنی به لیر بخوای حساب کنی میشه 74 لیر، ولی کاپوچینو تو استانبول 200 لیر هست نه؟
185 آره 185 200 لیره، یعنی انقدر اختلاف قیمت داره تو استانبول، یعنی انقدر گرون‌تره. بکن کوچینه واقعی اینو یه بار توضیح میدی که چی بوده؟ این فوکس دیروز خیلی برام جذاب نبود میلان، امروز داره به چشم جذاب‌تر میاد و فوق‌العاده شلوغه. خیلی شلوغه. تو روزم تصویرشو داشته باشیم، تو شب فقط گرفته بودم. چیکار دارن میکنن؟ نقاشی؟ کفشاشو داشتن؟ Come dire, ci sta, dici possiamo sentire la donna cannone, va bene così? Super applauso per Vesta e Cavalieri. Cosa farete sulla carta pagina bianca che è sempre meno bianca, questo è molto bello. از تمام زوایا دارم دومو رو میگم. Comunis bisschen schöner. الکس اسم اینجا رو بگو تا تلفظ رو درست کنم. اینجا ویکتوریا منوئل. ویکتوریا منوئل. استور عشق همگان گلدن گوس. دیدی چقدر همه گلدن گوس دوست دارن؟ چرا من ندارم؟ آها اینا باحاله ولی کابویاش خیلی باحاله دوست دارم.
چه استوره باحالی داره. تا اینجا خیلی بامزه. خیلی کانسپتش بچه‌ها میدونم که به شدت عاشق اولین ولاگم شدین. اسمشو گذاشتم ولاگ پرشی. این استور که اسمش گالریا هست اولین استوریه که پرادا تأسیس کرد. کلا این کفشای جیر این رنگی خیلی ترنده. Hello. The original shopping bag that we can give you just here in the family store. Brothers, Prada. Two Prada brothers opened this store, of course. At that time, they sold luggages, bags, and jewels. Of course, it's written in Italian. Voilà. Grazie. For example. این کیف رو میوچا پرادا بنیانگذار میو که نوه ماریو پرادا بنیانگذار پرادا هستش در سال 2007 تولیدش کرد که خیلی زود بین سلبریتی های مثل هیلی بیبر و تیلور سویفت پرطرفدار شد و اینکه برای خودشون خیلی با ارزشه و به همین دلیل ارزشی که برایشون داره اسم این استور گالریا رو روش گذاشتن. بچه اومدیم یه رستورانی که یکی از دوستامون که خیلی ساله میلان زندگی میکنه بهمون معرفی کرد و بعدش خیلی خوشمزه است. اولا که 40 دقیقه طول کشید که راه بدن تو اونم راه نمیدادن. حالا خلاصه اومدیم تو بعد خیلی منوی سختی داشت، واقعا نمیدونستیم که چی باید سفارش دادیم. همینجوری شانسی 2 تا غذا سفارش دادیم. حالا الان غذاها رو بهتون نشون میدم. سورا مرسی که اینجا رو معرفی کردیم. واقعا میگم تو زندگی همچین ریاکشنی به غذاها نداده بودم. کاش اریکسا شدن، کاش فیلم میگرفتی ازم. اسم رستوران رو میگی چیه؟ اسم رستوران رو یادم رفت. اینجا میزنم اسم رستوران چیه. اگه اومدیم حتما بیاین اینجا و این 2 تا غذا رو امتحان کنیم. این غذای منه، این غذای الکس بود. متشکرم. آروم ترین تولدی که تو زندگیم داشتم. تیرامیسوش هم امتحان کنیم. تا الان داشتیم کلا غذا چی می‌خوردیم. وقتی این غذاها و این دسرها وجود داشتن ما داشتیم چی می‌خوردیم؟ پس انقدر چاقیم. آخر هفته خیابونا خیلی شلوغ بود ولی برعکس استانبول هیچ جا موزیک نداشت. فقط آدما رو می‌دیدی که وسط خیابون تو هم وایسادن و دارن معاشرت میکنن.
اینم از قسمت اول ولاگ خیلی پریشی من. لطفاً کم و کاستی ها رو از من بپذیرید و منو حمایت کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون دارم. فعلا خدافظ.